هدف چیه و شرایط لازم برای رسیدن به هدف چیا هستن؟ سلام دوستان، یلدا هستم. تو این اپیزود میخوام در رابطه با هدف با شما صحبت کنم. اون تصاویر زیبای ذهن شما بدون تعریفی دقیق و تعهد به اون هرگز هدف محسوب نمیشن، بلکه فقط رویا هستن. هدف با این چند تا معیار مشخص میشه. اول اینکه عبارتی دقیقه، مثلا دوست دارم در 3 سال آینده مدیر بخش بشم. دوم قابل اندازه‌گیریه، یعنی باید ببینید آیا میتونید به اون دست پیدا کنید یا نه، مثلا دستیابی یا عدم دستیابی به جایگاه مشخص. و سوم مهلتی معین داره، مثلا تا 3 سال آینده. و حالا شرایط لازم برای رسیدن به هدف. اول اینکه امکان تحقق هدف رو باور کنید. تصور کنید هدف شما ارتقای شغلیه. با خودتون میگین شکی ندارم که تو این زمینه ناتوانم. همکارام شانس بیشتری دارن و برای حفظ تعادل خودم بهتره که تو همین جایگاه باقی بمونم. این افکار مانع تحقق هدف شما میشه. در واقع شما درباره خود و خواسته هاتون دچار تردید میشین و به این ترتیب از اقداماتی که برای رسیدن به اون ارتقای شغلی لازمه غافل میشین. برای مثال تا آخرین لحظه پیش از اعلام درخواست خودتون بی‌صبرانه منتظر هستین، اما در مصاحبه عملکرد موفقی ندارین. و اما حالا تصور کنید که میتونید قاطعانه به هدف خودتون برسید. در این صورت رسیدن به اون هدف تا حدی برای شما ملموس میشه و با تمام وجود احساس میکنید که اعتماد به نفس بالایی دارید. برای مذاکره میرید پیش مدیرتون، هنگام مصاحبه بسیار با انگیزه و آماده هستید و روی پروژه‌های فعلیتون تمرکز میکنین تا اینکه بخواید عملکرد و توانایی‌های خودتون رو نشون بدین. به این ترتیب میتونید شرایط لازم برای موفقیت خودتون رو فراهم کنید و دیگه ذهنتون کاملا برای تحقق این هدف آماده است. یعنی باید از صمیم قلب اونو باور داشته باشید. دومین مورد، تعهد. دستیابی به هدف نیاز به تلاش زیادی داره. مسیر پیش روی شما هموار نیست، چون باید عادتهای خودتون رو تغییر بدین، دست به اقداماتی جدید بزنید و با شک و تردیدها مقابله کنید. ممکنه ذهنتون برای جلوگیری از آسیب‌ها شما رو مجاب کنه تا به منطقه امن خودتون برگردین. در این شرایط فقط تعهد شماست که کمک میکنه با تمام همه موانعی که سر راه شما هست به مسیر خودتون ادامه بدین. سوم، دیدگاه سازنده نسبت به شکست. ممکنه در مسیر تحقق اهداف با شکست مواجه بشین. بدون شک در دوران کودکیتون یاد گرفتین که شکست نشانه ضعف و ناتوانیه، اما این باوری صحیح و سازنده نیست. در حقیقت شکست نشانه پیشروی شما در منطقه ناامنتونه و نشون میده که در حال پیشرفت به سوی هدف خودتون هستین. بنابراین به جای اون که شکست رو عاملی برای پایان مسیر هدف بدونید، بهتره به این فکر کنید که این نشانه نزدیکی به هدفه. چهارم، اقدام. وقتی ذهن خودتون رو با نگرشی سازنده تطبیق دادین، حالا تو این مرحله اقدام کردن شرطی ناگزیر برای تحقق هدف محسوب میشه. از خودتون بپرسید برای نزدیک شدن به هدف چه کاری میتونید انجام بدین. به جای اینکه قله رو برای خودتون ترسیم کنید، به گام‌های اولتون نگاه کنید. برای مثال اگه قصد دارین شغلتون رو تغییر بدید، میتونید با بازنگری رزومتون شروع کنید. در قدم بعدی با کارفرماهای مختلف صحبت کنید و در آخرین مرحله پیشنهاداتون رو بررسی کنید. اولین گام‌ها 6 تا مرحله داره. اول اینکه هدف حرفه‌ای بعدی خودتون رو بنویسید، مثلا از 1 تا 3 سال آینده. با عبارتی مثل هدف حرفه‌ای شما باید دقیق و قابل اندازه‌گیری باشه، مهلت داشته باشه و دلایل قانع کننده داشته باشه که چرا به دنبال چنین هدفی هستین. برای مثال دوست دارم مستقل باشم و زمان خودم رو مدیریت کنم. دومین مورد، با استناد به چه دلایلی معتقد هستید شانس رسیدن به این هدف رو دارید. مثلا میگین که چون مصمم به اقدام هستم و توانایی لازم رو دارم. سومین مورد اینه که تصور کنید اولین شکست براتون اتفاق افتاد. مثلا بانک درخواست وام شما رو رد میکنه و مشتری قرارداد نمیبنده. چطور میتونید این شکست رو تبدیل به ابزاری مفید کنید تا در ادامه این مسیر همچنان با انگیزه باشین؟ چهارم، مراحل لازم برای رسیدن به هدفتون چیا هستن؟ این مراحل رو فهرست کنید.
مثلا داشتن پس‌انداز، مذاکره برای تجدید نظر در قراردادی که فسخ شده، کسب مهارت در زمینه‌های مورد نیاز، تعیین مقررات جدید و موارد دیگه. و پنجم، مراحل اولیه رو به چند اقدام مؤثر تقسیم کنید. زمان لازم رو تخمین بزنید و برنامه ریزی کنید. و اما ششم، با استفاده از تصاویر به اهداف خودتون عینیت ببخشین. تصور کنید به هدف خودتون دست پیدا کردین. الان زندگی شما چجوریه؟ چه عواملی در این موفقیت نقش دارن و چطور؟ چه احساسی داری؟ همه اینها چه تغییری در شما ایجاد میکنه؟ تصاویر، عکس‌ها، مجله‌ها و هر چیزی که براتون الهام بخشه و رسیدن به هدف رو مسلم نشون میده استفاده کنید. این تابلوی تصاویر به شما کمک میکنه همیشه هدفتون رو در ذهن خودتون داشته باشین و به راحتی اون رو مجسم کنید و به همین ترتیب هر روز یک قدم به تحقق هدف خودتون نزدیکتر میشین. ممنون که تا آخر این ویدیو همراه هم بودین. اگر این ویدیو رو دوست داشتین با بقیه هم به اشتراک بذارین و کانال ما رو سابسکرایب کنید.